دادگاه بازنگری پرونده مشهور تبادلات دولتی که قرار بود امروز سر شود برگزار نشد. گفته شد جلسه دادگاه به سبب ناآمدن دادرس‌ها و دادستان به وقت دیگر میماند. با گفته وکیل دفاع یکی از محکوم شدگان این جلسه میبایست امروز 1 اپریل ساعت 11 آغاز میشد و چون دادگاه مرحله کاساسیونی است در آن بعد 3 دادرس دادگاه عالی و دادستان شرکت میکرد. اما وکیلان در داخل و نزدیکان محکوم شدگان در بیرون بازداشتگاه موقت دوشنبه بیش از 1.5 ساعت منتظر ماندند، اما طوری که معلوم شد نه دادرس‌ها و نه دادستان به جلسه حاضر نشدند. همزمان با مرافعه ناآمدن همه آنها به نظر آنهایی که در اینجا بودند شبهه برانگیز نبود. نمایندگان دادگاه عالی این حالت را شرح نمیدهند. دادگاه عالی تاجیکستان پس از بررسی بیش از 7 ماهه روز 5 فوریه 9 تن از چهره‌های مشهور سیاسی و جمعیتی را با گناه خیانت به دولت، کوشش تبادلات دولتی و غصب حاکمیت با مصادره اموال روانه زندان کرد. نزدیکان بعضی از آنها روز 17 فوریه از زینه اولی دادگاه به دادگاه عالی شکایت برده خواستار بازبینی پرونده و آزاد کردن نزدیکانشان شده بودند. همچنین چند سازمان بین المللی خواستار بازبینی پرونده شده 130 بانوی فعال تاجیکستان از رئیس جمهور امامعلی رحمان آزادی رخشانه حکیم و مادر 2 کودک خردسال را در دایره این پرونده خواسته بودند. با اطلاع دریافتی رادیو آزادی از نزدیکان محکوم شدگان، آنها از زمان بازداشت تا کنون نتوانستند که پیوندان محکوم شدهشان را در زندان ملاقات کنند. حتی برای این به دادگاه عالی تاجیکستان عریضه نوشتند، ولی در دادگاه عالی تاجیکستان با آنها گفتند که حالا قطعاً اجازت نیست و باید منتظر بمانند.